همچنان بیچاره هم تو بیچی همتی نابودم که اینم دکتاوگر داری سوال میلم داری چیزا گای میتیم گای نمیتیم 4 روز من خونه خوردم دیگه چیزی نمیده تاری کمبل قلبیم شوی متا گم نی مردش معلوم نیزندش خودم کانو پوشی مردم و اولادم کانو پوشی مردم میرم میتینم یک بوجی کانه جمع میرم میارم نیست پیش آتش میرم نیست پیش بری ازیا میرم لالای جانم اینم تئوری 3 روز من خونه خوردم نمیدی معلوم چیزی نداشتم که بخورم خداوند سربلا الهی خداوند پروردگار نیمیزی بگیم سر بلند تا کنه برام خداوند گریم رحم سر بلند تا کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، ولایت زیبای خور بازم با دنبال فامیل نیازمندی بودیم که پیداش کردیم. وضعیت خانواده را کسی که در رأس این فامیل است خودشان بازگو میکنه و خود شما شاهد وضعیت زندگیشان باشه. خوب هستین خواهر؟ خوبیم برار بخی نداریم چیزی میرم دو بازار یک کارتن یک چوی یک کس یک رحم خدا مد میتینم اگر نمت کنه تا گرسته میایم برار میرم کالشوی مردم میبینم یک 200 پیار برنج میتینن و یک خیارد میتینن با خدا نمال یک کمک آرد بیاردم این همینجا درون تشناب تقاب کشته کش که امور میاردم همینجا میز گشتم پیش شما میدیدین انا امور میارم بگه خیمر من خود تفلام میخورم ندارم لالای جونم بخی دنون خوردن احتیاج میرم پیش دکاندارا نمیتینن خدا مشکل تا نه تفلام در رادم میرگن خدا پیش ساموارا میرم یک دانه اینو میگم بیتینین امرو بیا تفلکای مو گشنه خالا مسیدم تکنیشه نانته گاست گالی ساغال میگردم در خانه اوی میتونه اوی نمیتونه نیپایدارم نیدیست تمام همه پارسال که اید خونی کی در لودیست از این سال بیام از اونم 2 سال میشه 8 سال نفوس نه تا سوال ترمینم شوی متا گم نی مردش معلوم نیزندش خودم کانو پوشی مردم و اولادم کانو پوشی مردم میرم میتینم یک بوجی کانه جمع میرم میارم نیست پیش آتش میرم نیست پیش بری ازیا میرم لالای جانم اینم تئوری خب من تا فلاره مردم میرم یک 3 پیاله برنج 4 پیاله برنج یا یک دال یک چیزی میتونن بگم بیارم خود تفلا پخته میرم میخورم تیر میرم ای متردارا میتالونم میرگیم زیاری میرم یک تیر میتونین بگم میارم همینجا اگه پوتانم نتانم کدوم مسلمان ارگام بزنم امور بلک میرن یک قیله پیشم زیاد دود میرم اینا تو افسر نفوس کی هستی میرن تو همه میگم الله قدخ کنه پوشی مردم در کاسرم واسید ای دولتیار بیام الان میرم 1 سال میشینم در اینجا گاز گاله بیچارگی مزریم دیده خدا معلوم باشه به شما خلاف باشه 3 روز من خونه خوردم میرم دیدی معلوم چیزی نداشتم که بخورم. نامکت چی است نامت؟ پروانه است. پدرت کجاست؟ گم است؟ نامت شکری است. مکتب در سبق میخوانی؟ نه. خودت میخوانی سبق؟ نه. چرا اینا درس نمیخوانی؟ یا تذکیره ندارن. نه تذکیره مدرسه خو میرن. مدرسه تو میرن در مسجد میخونن در مدرسه نمیرن. ما همچنان بیچاره هم تو بیچی همتی نابودم که اینم دکتاوگر داری سوال میلم داری چیزا گای میتیم گای نمیتیم 4 روز من خونه خوردم دیگه چیزی نمیده تاری کمبل قلبیم انشالله ما بتانیم که مشکل خانواده رو به صورت دائمی حل کنیم. آرزوش میره. خاله 5000 افغانی از شما. خداوند سربلا الهی خداوند پروردگار نیمیزی بگیم سر بلند تا کنه برام خداوند گریم رحم سر بلند تا کنه. خیر باش مادر جان. و این هم 9000 افغانی از شما مادر جان. حساب کنین. خیلی برام می بخی که هرچی به ما بودشیم با قبول دارم. خیلی داده برام خیلی داده به ما به خدا بس ما خیلی داده برام خدا داشته باشه. 9000 افغانی به خیر استفاده کنین. خب دوستان از لینک ها مشاهده میکنین ان شاء الله که ما بتونیم خانواده داشته باشه به ما کمک زیاد کردین برای خدا جو سر بلند تا داشته باشه همیشه رنگ سرخ تا داشته باشه به ما کمک بسیار زنده باشین بخیر باشین برام الهی سر بلند باشین خداوند دنیا رو خواردار نکنه الهی آمین الهی آمین. لینک ها مشاهده میکنیم نکنم دیگه نکنم دنیا خداوند سر بلند تا داشته باشه که 4 روز مرا داری
کوچه فکر خدا سر بلند داد خدا آن مشکلات تمام ما را حل کنه. الهی امین الهی سر بلند داد الهی دایی میسی خداوند ستونی دین دنیا خواردانه. الهی امین. بخیر باشه مادر بزرگوار. لینک ها مشاهده میکنین دوستان عزیز. دیگه ما نمیتونم صحبت کنم، وضعیت شما خود میبینین. الله متعال به این خانواده رحم کنه و السلام علیکم و رحمت الله.